گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی می‌باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 73. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. امارت بخارا در نیمه اولی عصر 19. در دوره حکمرانی امیر حیدر سالهای 1800 1826 لشکر بخارا به خیوه چند ضربه جدی زده خوف هجوم آنها را به امارت برطرف نمود. اما بعدتر از سستی امارت استفاده کرده خیوگی ها هجوم نموده تا نزد دیوارهای بخارا آمده است. مبارزه بخارا با خانی خیوه و شهر سبز سالهای دراز ادامه یافت. در سمت شمال امیر حیدر توانست به او را طیفه غالب آید، جیزخ و سرگه زرفشان را صاحب شود. در جنگ مقابل حصار نیز او تا اندازه موفق گردید. دختری حاکم را به زنی گرفت و با این واسطه جانبدار خود کرد. با معلومات مخصها ملک حصار خیلی بای و سیر اهالی بود. کلانترین محلهای اهالی نشینی آن دهنو، قرطاق و ریگر محسوب می یافتند. مؤلف دایر به وضع سیاسی آسیای میانه ابتدای عصرهای 19 نوشته است که منطقه میان حاکمان جداگانه که پر اقتدارترین آنها پادشاه بخارا میر حیدر می باشد تقسیم گردیده است. جای دوم را از جهت مقام امیر فرغانه عمرخان، سیوم والی اوراتپه محمود خان، پس از آنها شهر سبز نیازعلی اشغال می نمود. اما او اسماً تبعی بخارا محسوب می یافت. نمی گذاشت که به نام میر حیدر خطبه خوانده و سیکه ضرب کرده شود. پس از آنها حاکمان حصار، قبادیان و قرغان تپه می ایستادند و در ساحل چپ دریای آمو ملک خوارزم واقع است که حاکم آن محمد رحیم خان می باشد. در بدخشان میر محمد شاه حکمرانی می کند. شغنان هم حاکم خود را دارد. این مؤلف تاکید می نماید که همه این حاکمان با هم نمی سازند و دائما در جنگ و جدالند. چون این بود وضع سیاسی آسیای میانه در چاریک اولی عصر 19. امیر حیدر نتوانست سیاست پدرش را در سمت مرکزیت دادن دولت پیش برد. مقاومت فیادالان محلی دوباره قوت گرفت. با سبب لشکرکشی های زیاد خرج خزینه خیلی زیاد گردیده بود. مالیات و اندازهای زیاد به مثل قوش پولی، تناب پولی، علف پولی، یکسری، چوب پولی، میرابانه، کوسن دوباره جاری گردیدند. در ابتدای سالهای 20 تنزل اقتصادی و خرابی سراسر لشکر رخ داد.
افزودن جبر و ظلم و استبداد باعث سرزدن آشوب‌های نوی خلقی گردید. شورش خطای قیپچاق‌ها که در وادی میانکال سر زد از سال 1821 تا سال 1825 دوام نمود. پس از وفات امیر حیدر پسرش نصرالله سالهای 1826-1860 به تخت نشست. اکادمیک سیمیانوف می نویسد که امیر نصرالله از بالای جسد دو برادر خود وارثان قانونی سلطنت حسین و عمر گذشته به تخت نشست و در دوام یک ماه پس از جلوس خود روز 50-100 کس را به قتل می رسانید. برای همین او را امیر قصاب لقب دادند. امیر قصاب لقب دادند. دوره حکمرانی دور و دراز امیر نصرالله با بدکرداری، قتل و کشتار، خیانت، بیشرفی و حرص و آز گوش ناشنیده نام برآورد. امیر نصرالله با شهر سبز، اوراتپه، خوقند و خیوه پیوسته جنگ میکرد و کوششهایش در بابت به هیئت امارت بخارا برگردانیدن ولایت‌های ساحلی چپ دریای امو نتیجه نآورد. با مقصد جزای حاکمان و منصبداران و اشرافان سرکش چاره‌های نهایت بیرحمانه پیشبینی نموده حکیم خوشبگی را به قتل رسانیده به این وظیفه عبدالصمد ایرانی را تعیین کرد و حقوق و وکالت او را نهایت محدود نمود. کسی کمی سرکشی میکرد همانا به قتل رسانیده میشد و مال و ملکش مصادره میگردید. سال 1837 امیر نصرالله اصلاحات حربی گذرانیده به تشکیل لشکری منظم سعی کرد. اساس لشکری او را اسیران روس، ایرانی ها و دیگر قوم های بیگانه تشکیل میدادند. دسته مخصوصی 800 نفره سربازان و 250 نفره توپچیان را تشکیل داده لباس مخصوص نظامی جاری کرد. سلاح را برای لشکر از تمام قلمرو امارت جمع نموده جای زیستی علاهیده برای سربازان بنا نمود. امیر از این قسم حربی که قوه اساسی ضربه زننده لشکری بخارا محسوب می‌یافت در وقت جنگ به طور وسیع استفاده می نمود ولی در زمان آسایشته از آن می ترسید. پس از وفات امیر نصرالله حاکمیت به پسری یگانه‌اش مظفر 1860-1885 گذشت. دایر به امیری نو سیمیانوف می نویسد که او از مهر پدر محروم بود و امیر نصرالله هیچ نمیخواست که مظفر وارث تخت گردد، زیرا او مثل خودش بیرحم و خونخوار و نهایت کمعقل بود. در زمان حکمرانی امیر مظفر آسیای میانه از طرف روسیه ضبط گردید. دولت خانی خوقند در نیمه اول عصر 19. اکادمیک باباجان غفوروف در این بخش دایر به وضع خانی خوقند در نیمه اول عصر 19 معلومات داده تأکید می نماید که ناوابسته از موجود بودن منبع‌های معتمد، مدرک‌های مستند و خاطرات سیاحان، تاریخ خانی خوقند تا حال به درجه ضروری آموخته نشده است. ولایت فرغانه در عصر 18 با موقع جغرافی خود نظر به بخارا، خیوه و تاشکند مقام افضلیتناک را صاحب بود. پیش از همه بسیار حادثات خراب آور از جمله لشکرکشی نادرشاه به این ولایت تأثیر نرسانیده بود. برای همین اهالی ولایت خیلی افزوده اقتدار اقتصادی آن بلند گردید. چون این وضعیت برای تأسیس دولت مستقل زمینه و امکانیت مساعد مهیا نمود. مخصوصا در دوره حکمرانی عالم خان سالهای 1800 1810 با مقصدی برآمدن از تابعیت اشراف حربی فیودالی
دسته مخصوص نظامی کاملا از تاجیکان کوهستان، دروازه‌ها، قراتگینی‌ها و شغنانی‌ها تشکیل کرده شد. عالم خان در بابت مرکزانیدن دولت کوشش بسیار به خرج داده باشد هم نتوانست مخالفت دایره های با نفوذ اعیان و اشراف و روحانیان را پرره برطرف نماید، ولی موفق شد که حدود دولت را وسع نماید. او اوراتیپه را گرفته نتوانست، ولی در آخرهای حکمرانیش تاشکند و قبیله های قزاق همجوار آن را به خود تابع ساخت. پس از عالم خان برادرش عمر خان سالهای 1810-1822 سیاست او را ادامه داد. محض در دوره او ساخت مأموری دولت مستقل تشکل یافت. گرچند جنگ برای اوراتیپه بی‌قرار بود، اما عمر خان به طرف شمال لشکر کشیده شهر ترکستان و مساحت پهناور دشت‌های قزاق نشین را از بحر ارل تا هفت رود اشغال نمود. سیاست وسیع نمودن حدود خانی را پسر او محمد علی خان سالهای 1822-1842 ادامه داده ملک‌های درواز و قراتگین را تابع ساخت. حتی مدت چند حاکم کلاب نیز به او اطاعت میکرد. محمد علی خان به مثل امیر بخارا نصرالله یک مرد ظالم و بی‌ترحمی بود. او یگان معیار را رعایت نکرده آدمان گناهگار و بیگناه را به قتل میرسانید، چون اشرت پرست فاسق عمر به سر میبرد. عیش و نوش و کیف و صفا شغل دائمی او به شمار میرفت. امیر بخارا نصرالله سال 1842 خوقند را ضبط کرد و محمد علی خان را با اهل خانواده‌اش به قتل رساند. اما دیری نگذشته خوقند باز استقلالیت خود را صاحب شد و خوجند و تاشکند را دوباره به دست آورد. نابودشوی اهالی و خرابی خواجگی در نتیجه جنگ‌های بین دولت‌های فئودالی. باباجان غفوروف می نویسد که دایر به جنگ‌های پیوسته بین دولت‌های منطقه در بخش‌های بالا تا اندازه معلومات داده شد. از همه بیشتر بین امارت بخارا و خانی خوقند برای به دست آوردن اوراتیپه جنگ به وقوع آمده است. در نیمه دوم عصر 18 اوراتیپه ملک کلانی بود که به هیئت آن غیر از حوزه شهرستان و اوراتیپه پنجکین، جیزخ، زامین، ناو و خوجند نیز داخل می شدند و این ملک اکثر وقت صاحب اختیار بود. اوراتیپه را نماینده قبیله یوزها اداره می کرد. در ابتدای عصر 19 مبارزه بین بخارا و خوقند برای ملک اوراتیپه باز قوت گرفت. امارت بخارا جیزخ و دولت خانی خوقند خوجند را به تصرف خود درآوردند. جنگ‌های بی انتها برای اوراتیپه سر شدند. تا سالهای 30 عصر 19 خانی خوقند در تلاش اوراتیپه بیشتر نقش داشت. اگر امیران بخارا به اوراتیپه 10 مراتب لشکر کشیده باشند، خانهای خوقند بیش از 20 مراتب به این ملک هجوم کردند. آنها شهر را اشغال نموده حاکمی آن را قتل می کردند، اما پس از رفتن لشکر اساسی آنها اهالی اوراتیپه این چنین خوجند باز استقلالیت خود را دوباره به دست می آوردند. سالهای 1841-1848 اوراتیپه در تحت تصرف بخارا قرار گرفته بود. در ظرف 6.5 ساله عصر 19 به اوراتیپه تقریباً 50 بار لشکر کشیده شده 25 حاکم عوض گردید. در هر 1.5 سال شهر و اطراف آن باز به خرابزار تبدیل می‌یافت. در یک سرچشمه خطی آمده است که بجز خاک و سنگ هر آنچه که این ولایت پربرکت داشت ربودند. شاعره اوراتیپگی دلشاد که شاهد یکی از موردهای استیلای قشون خوقند قرار گرفتن اوراتیپه بوده است،
می نویسد که اشغالگران اول دهه ها را غارت کردند، باغ‌ها، پل‌ها و عمارت‌های بیرون شهر را آتش زدند. پس از 6 روز محاصره و جنگ‌های کوچکی، غاصبان به شهر زده در آمدند. سربازان، نوکران و مقربان امیر خانه به خانه گشته مال مردم را تله و تاراج می کردند. فاسقی و بی‌ناموسی می نمودند. در هر جا دارها ساخته بودند. از صبح تا شام آدمان را قتل می کردند. دهه ها تمام ولنگار گردیده، کشتزارها پایمال و سوزانده می شدند. در سالهای 1806 1807 خود شهر هم از طرف سربازان خوقند آتش داده شد. وقتی که اوراتپه به دست امیران بخارا می درآمد، پلهای خوقندی ارزش خود را گم می نمود و سوداگران این پلهای بیقدر را از اهالی مفت جمع آوری کرده به خوقند می بردند و آنها را با ارزشی پره برای خرید مالها استفاده می کردند. هرگاه که اوراتپه به دست خانهای خوقند می گذشت، با پلهای بخارایی هم عیناً چنین حادثه رخ می داد. بین امارت بخارا و شهر سبز نیز پیوسته جنگ و زد و خوردها به عمل می آمدند. قبیله های کینگس، پنغرات و مینگ که در ولایت شهر سبز زندگانی می کردند، پس از بسری حکومت آمدن منقیتیان بیشتر به فشار دچار گردیدند. از این سبب آنها همراه تاجیکان و دیگر مردمان این ولایت از اطاعت حکومت بخارا سر تافته حاکمان و سرداران قبیله های خود را پشتیبانی نمودند. احمد دانش می نویسد که نصرالله خان به هجوم شهر سبز کمر بست، ولی قلعه مستحکم شهر را فتح کردن به او میسر نگردید. بنابراین سربازان استیلاگر دهه‌های اطراف آن را غارت و خراب نمودند. سال 1856 پس از 32 بار هجوم آوردن، نهایت امیر نصرالله شهر سبز را به خود تابع نمود. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 73. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.